بیشک علاقه‌مندان حیات وحش بارها شاهد نبرد میان شیرها و کفتارها بودند. اما امروز داستان کاملا متفاوت است. داستان شیری که به تنهایی گله کفتارها را نابود می کند و در تاریخ با نام شیر کفتارکش شهرت دارد. شیر افسانه‌ای آفریقا با شکوه قدرتمند در دشت‌های وسیع ساوتی، بوتسوانا. در سال 1988 دو شیر برادر در حالی که ظاهر زخمیشان از نبردی سنگین حکایت داشت، از دشت‌های شرق آفریقا وارد پارک ملی ساوتی شدند. آنها بخش شمالی پارک را برای قلمرو جدید خود انتخاب کردند، اما آنجا قلمرو دو شیر نر قوی هیکل بود. نبردی سنگین آغاز می شود. شیرهای مجروح تازه وارد با ضرباتی سهمگین قدرتشان را به نمایش می‌گذارند. گله شیرها به دنبال رهبرانی هستند که قدرت فیزیکی و توانایی شکار بالایی داشته باشند. یک شیر نر جدید می‌تواند با نشان دادن قدرت فیزیکی، احترام و تعامل اعضای گروه را به دست آورد. صدای غرش شیرها در پارک ملی ساوتی توجه هر جنبنده‌ای را به خود جلب می‌کند. نبردی سخت ادامه می‌یابد تا آنجا که رهبران گله تسلیم می‌شوند و دو برادر پیروزمندانه صاحب قلمرو و گله می‌شوند. راهنماهای محلی با مشاهده این نبرد شیرهای تازه وارد را در ابتدا شیر کوچکتر و شیر بزرگتر نامیدند. نقش اصلی پیروزی در این نبرد را شیر کوچکتر ایفا می‌کرد. قدرتمند، شجاع و با شکوه، پس از مدتی شیر کوچکتر را انتی وادوملا و شیر بزرگتر را مندیبو نامیدند. وادوملا در زبان سواحیلی به معنای فردی است که با آتش رو در رو می‌شود و کلمه مندیبو به معنای زیبایی است. و حال این دو برادر صاحب گله شیرها در بخش شمالی پارک ملی ساوتی هستند. وادوملای قدرتمند به عنوان رهبر گله شناخته شد. با این وجود برادرش هم اجازه داشت با ماده شیرها جفتگیری کند. این شیر شگفت‌انگیز از هیچ نبردی هراس نداشت و مسئولیت حفاظت از گله و مرزهای منطقه خود را بر عهده داشت. گله‌های پرتعداد کفتارها هم در همان حوالی زندگی می‌کنند. شیرها و کفتارها دشمنان همیشگی هستند. شیرها وقتی شکار می‌کنند با حمله گروهی کفتارها برای رو بودن غذایشان مواجه می‌شوند. آنها دشمنی پایان ناپذیری با کفتارها بر سر تصاحب قلمرو دارند، به طوری که حتی به صورت گروهی به نبرد با یکدیگر پرداخته که باعث تلفات زیاد از هر دو گروه به ویژه کفتارها می شود. شیرها نسبت به صدای کفتارها بسیار حساسیت دارند و به هنگام شنیدن صدای آنها به سوی مکان کفتارها می روند. شیرها معمولاً از جانورانی در محدوده وزنی 55 تا 190 کیلوگرم تغذیه می کنند. در آفریقا مهمترین منبع غذایی شیرها بوفالو، گورخر و آهوست. وجود دو گله بزرگ از کفتارها در پارک ملی ساوتی چالشی بزرگ برای گله شیرها به حساب می آید. در حالی که شیرها پس از شکار مشغول خوردن طعمی خود هستند، کفتارها برای رو بودن طعمشان نزدیک می شوند و این آغاز نبرد وادوملا با کفتارهاست. وادوملا به سرعت به کفتارها حمله ور شده و 6 کفتار را از بین می برد.
گله کفتارها معمولاً توسط کفتار ماده رهبری می شود که از دیگر کفتارها قوی‌تر، با تجربه تر و باهوش‌تر است. ساختار اجتماعی این حیوانات بسیار عجیب است. رهبر گروه کفتارها قوی‌ترین ماده گروه بوده و جایگاه قوی‌ترین نر گروه از ضعیف‌ترین ماده گروه پایین‌تر است. این تفاوت در جایگاه باعث می شود ماده‌ها پیوسته نرها را آزار دهند. حال گله کفتارها 6 عضو خود را از دست داده است. در صدد انتقامند. روزی دیگر از راه می رسد. شیرها برای شکار راهی می شوند. کفتارها از فرصت استفاده کرده و به توله شیرها حمله ور می شوند. بزرگترین توله شیر را کشته و چند توله شیر دیگر را هم زخمی می کنند. شیرها از شکار برمی گردند. وادوملا متوجه اوضاع آشفته گله خود می شود. بسیار خشمگین و درنده به کفتارها حمله می کند. به گفته راهنماهای محلی تاکنون شیری را چون این خشمگین در حال دویدن ندیده بودند. پارک ملی ساووتی شاهد نبردی خونبار است. 6 کفتار وادوملا را احاطه کردند. وادوملا خشمگین آماده نبرد است. تنها پس از چند دقیقه وادوملا 3 کفتار را از باد در می آورد و بقیه کفتارها هراسان عقب نشینی می کنند. 10 کفتار دیگر به وادوملا حمله ور می شوند. مندیوو برای کمک به برادرش وارد صحنه نبرد می شود. وادوملا و برادرش کفتارها را زخمی می کنند و نبرد همچنان ادامه دارد. 7 کفتار دیگر از راه می رسند. ماده شیرها هم به نبرد اضافه می شوند. وادوملا با رهبر گروه کفتارها درگیر شده و با آروارهای قوی کفتار را در هم می شکند. بعد از حدود 1 ساعت درگیری کفتارهای زخمی و شکست خورده آنجا را ترک می کنند. از آن روز به بعد وادوملا دشمن خونین کفتار هست. وادوملا با مشاهده هر کفتار او را نابود می کرد. سالها گذشت. در سال 1992 2 شیر جوان وارد قلمرو وادوملا و برادرش شدند. این 2 شیر قدرتمند ضعیف شده بودند و توان مبارزه با این 2 شیر جوان را نداشتند. آنها گلهشان را واگذار کرده و سرگردان شدند. در نهایت با ورود به منطقه مجاز برای شکار وادوملا توسط یک شکارچی کشته می شود. و این گونه داستان زندگی این شیر افسانه‌ای به پایان می رسد. دوستای عزیز، اگر از این ویدیو خوشتون اومده ممنون میشم با لایک کردن و سابسکرایب کردن از ما حمایت کنید و همچنین با زدن زنگوله اولین نفری باشید که از ویدیوهای منتشر شده کانال با خبر میشید. ممنونم از توجهتون.